با سلام به همه ایرانی‌های مقیم خارج از کشور. بنده پروفسور شاهرخی هستم، فارغ التحصیل فیزیک پلاسما از کالج استنفورد آمریکا و فوق لیسانس فلسفه از UCLA کالیفرنیا. 35 سال پیش از ایران خارج شدم و الان 35 ساله که در خارج از ایران زندگی میکنم. الان چند روزی هستش که برای یک سمینار علمی به ایران اومدم. واقعا شگفت زدم و واقعا نمیتونم صحبت کنم. همه چیز در جای خودشه و این برخلاف تبلیغات بغایت منفی بود که تو این 35 سال من شنیده بودم. آقا فقر کجا بود؟ کمبود کجا بود؟ بی‌عدالتی کجا بود؟ دوستان من، کسی داره این حرف رو میزنه که تمام دنیا رو رفته، همه چیز رو تجربه کرده، همه چیز رو چشیده. آزادی که در ایران هست در هیچ کجای دنیا نیست. مهد دموکراسی، مهد تمدن و فراتر از همه معنویت. الان بحران یک دنیا چیه؟ بدحجابی. ابسولوتلی بدحجابی. این حرف من نیست، این تئوری جان هیوستون تو دانشگاه ماساچوسته. قربونتون برم. این بحران در ایران مهار شده با درایت گشت‌های ارشاد، برادران بسیج، نیروی انتظامی. این مهار شده این و از بین رفته. موضوع بعدی اینترنت. ابسولوتلی اینترنت. این حرف من نیست. مارک زوکربرگ که دوستان بنده که مشخصا به خود بنده گفت The Facebook destroyed all the families. all the families. فیسبوک، یوتیوب، توییتر، واتساپ ویران کرده خانواده ها رو. آقا قربونتون برم. اما اومدم دیدم تو ایران با یک ابتکار ساده، پلیس فتا و کم کردن سرعت اینترنت، همه اینها حل شده و اینترنت از اون حالت محیط به محاط تبدیل شده. بنابراین عزیزان قربونتون برم، همه ی حرف من اینه که قدر این مملکت رو باید دونست. مملکتی که توش همه چیز درسته، همه چیز سر جای خودشه، رفاه هست، حقوق شهروندی به تمام و کمال پرداخته میشه، همه نوع آزادی هست. آزادی فرهنگی، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی اقتصادی، آزادی اجتماعی، ابسولوتلی همه چی هست. نه دیگه خب آزادی من خوب شده